اگر طالبان نمی بود تو را به وطنم می بردم. برایت از قندهار انار می چیدم. از بدخشان برایت قسم می گفتم. در یک صبح تابستانی که خورشید تازه بر کوههای بابا سلام می کند، زیر پاهای شمامه برایت چای می ریختم. در بند امیر چشمانت را سرمه می کشیدم و موهایت را می بافتم. اگر طالب نمی بود در کوچه و پس کوچه های دشت برچی وقتی هوا بارانی بود دست به دست همدیگه قدم می زدیم، بدور از ترس زندانی شدن یا سنگسار شدن. اگر طالب نمی بود هیچ کدام ما طعم تلخ مهاجرت را نمی چشیدیم. اگر طالب نمی بود دخترای افغانستان با شادی و خوشحالی طرف مکتب و دانشگاه می رفت. کابل حتی اگر اتاق کوچک باشد من دوستش دارم.